اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم با خداوند از شیطانی رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ستایش خدای راست، پروردگار عالمیان، خدایی که بی اندازه مهربان نهایت بارحم است، خداوند روزی جزاست. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خاص تو را می پرستیم و خاص از تو کمک می خواهیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. به ما راه راست را بنما، راه کسانی را که بر ایشان نعمت خیش را ارزانی کرده ای، نی راه کسانی را که مورد خشم واقع شدند و نی هم راه گمراهان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الف لام میم. این کتاب در آن شکی نیست، هدایتی است برای پرهیزگاران، یعنی کسانی که از خداوند می‌ترسند. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آنانی که به غیب ایمان می‌آورند و نماز خود را به تمام و کمال برپا می‌دارند و از آنچه برایشان روزی گردانیده ایم خرج می‌کنند. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. و آنانی که به آنچه به تو نازل گردانیده شده و به آنچه پیش از تو نازل گردانیده شده ایمان می‌آورند و از ته دل به آخرت یقین دارند. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. آنها از جانب پروردگارشان بر هدایت راستینند و ایشان همین هایند رستگار. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. بدون شک کسانی که کافرند یعنی ایمان ندارند به ایشان یکسان است، خواه ایشان را اخطار بدهی یا اخطار ندهی ایشان ایمان نمی آورند. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. خداوند بر دلهایشان و بر گوشهایشان مهر نهاده است و بر چشمانشان پرده است و برای آنان عذابی بزرگی است. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. از جمله مردمان کسانی اند که میگویند با خداوند و به روز آخرت ایمان آوردیم و ایشان در حقیقت ایمان ندارند. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ایشان چنین میپندارند که خدا و مؤمنان را فریب میدهند، ولی در واقع جز خیشتن کسی دیگر را فریب نمیدهند و این موضوع را درک نمیکنند. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا
ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. در دلهایشان بیماری است و خداوند بیماریشان را افزوده است و برای ایشان عذابی دردناکی است به سبب آنکه دروغ میگفتند. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. و هنگامی که به ایشان گفته شود در زمین فساد نکنید میگویند به تحقیق که ما اصلاح کنندگانیم. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. آگاه باشید به تحقیق که همینهایند مفسد اما این موضوع را درک نمی کنند. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. و هنگامی که به ایشان گفته شود ایمان آورید طوری که این مردم یعنی یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آورده اند میگویند آیا ما ایمان آوریم طوری که این بیخردان ایمان آورده اند؟ آگاه باشید به تحقیق که ایشانند بیخرد اما نمیدانند. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. و هنگامی که با مؤمنان ملاقات می کنند می گویند ما ایمان آورده ایم، ولی هنگامی که با شیطانهای خود تنها شوند می گویند ما اصلا با شما هستیم، ما صرف مسلمانان را تمسخر می کنیم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. خداوند به ایشان جزای استهزایشان را می دهد و ایشان را در سرکشیشان مهلت می دهد تا سرگردان بمانند. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. آنها کسانی اند که گمراهی را به هدایت خریده اند پس تجارتشان سود نکرد و ایشان رهیاب نیستند. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثال ایشان مثال کسی است که آتش افروخت پس چون آن آتش اطراف او را روشن کرد خداوند روشنی ایشان را میبرد و آنها را در تاریکی مطلق میگذارد که چیزی را نبینند. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. کرند گنگند و کورند بنابراین ایشان به راه بر نمیگردند. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. یا مثال آنها همانند ابری مملو از باران است از آسمان که در آن تاریکی ها رعد و برق باشد. آنها سر انگشتان خود را از ترس مرگ به گوشهای خود می نهند تا آواز صاعقه را نشنوند و خداوند همواره بر کافران احاطه دارد. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله
اشركوا لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر. نزدیک است که برق چشمان یعنی قوه دیدشان را برباید. هر باری که روشنایی به ایشان بتابد در آن راه می روند و هنگامی که تاریکی بر ایشان چیره شود استاده می شوند. و اگر خداوند می خواست بدون شک شنوایی و چشمان یعنی بیناییشان را می بود. حقا که خداوند بر همه چیز تواناست. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ای مردم، پروردگار خیش را بپرستید، آن که شما و کسانی را که پیش از شما بودند آفرید تا باشد که پرهیزگار شد. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. آن که برای شما روی زمین را بساطی و آسمان را همچون سقفی ساخت و آب را از آسمان فرود آورد، به وسیله آن میوه‌ها را برای روزی شما برآورد. پس در حالی که حقیقت را می‌دانید با خداوند همتایانی نیاورید. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. و اگر شما از چیزی که ما وقتاً فوقتاً به بنده خود فرو فرستاده ایم در شک هستید، پس سوره مثل آن را بیاورید و اگر راست میگویید شاهدان یعنی مددگاران خود را به غیر از خدا بخواهید. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اما اگر این کار را نکردید و هرگز کردن نمیتوانید، پس از آتشی بترسید که درگیران یعنی آتشگیره آن مردمان و سنگها اند که برای کافران آماده شده است. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. و به کسانی که ایمان دارند و کارهای نیکو میکنند بشارت ده که واقعا آنها را بهشت‌هایی است که از زیر درختان آن جویبارها جریان دارد. هر باری که از میوه‌های آن روزی داده میشوند میگویند این همان است که برای ما پیش از این روزی داده شده بود و برایشان چیزهای همانند آورده می شود و ایشان را در آنجا همسران پاکیزه است و ایشان در آن جاودانند. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. خداوند هرگز از این شرمگین نمی شود که مثل بزند و هر گونه‌ای که باشد، خواه این مثال پشهی باشد
یا از آن در کوچکی بالاتر. پس آنهایی که ایمان آورده اند می‌دانند که واقعا این مثال حق است از جانب پروردگارشان. اما کسانی که کافر شدند شک کنان میگویند خداوند به این مثال چی چیز را اراده کرده است؟ با این مثال بسیاری را گمراه می‌کند و بسیاری را رهیاب می‌گرداند و با این مثال گمراه نمی‌کند مگر فاسقان را. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. کسانی که پیمان خداوند را بعد از استواری آن می شکنند و چیزی را که خداوند به پیوند و اتصال آن امر کرده قطع می کنند و در روی زمین فساد می کنند، ایشان همین ها اند زیانکار. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. چگونه از خدا انکار می کنید در حالی که زنده نبودید؟ پس او شما را زنده گردانید و باز شما را می میراند و باری دیگر شما را زنده می گرداند و باز به سوی او بازگشت می نمایید. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. او ذاتی است که برای شما هر آنچه را در زمین است بیافرید، سپس قصد آسمان کرد و آنها را به 7 آسمان نظم و کمال بخشید و او به همه چیز داناست. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. بیادار که چون پروردگار تو به فرشتگان گفت من در روی زمین خلیفه را می آفرینم، فرشتگان گفتند آیا کسی را در آن خلیفه میگردانی که در آن فساد میکند و خون میریزد؟ در حالی که ما تسبیح و ستایش تو را به جا می آوریم و تو را تقدیس می نماییم. خدا گفت حقا من میدانم آنچه را که شما نمیدانید. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. خداوند برای آدم اسما یعنی اسرار اشیا را آموخت. باز آن اشیا را به فرشتگان پیش کرد و گفت اگر شما راستگو هستید پس نام این چیزها را به من بگویید. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آنها گفتند پاکی تو، ما را هیچ علمی نیست مگر آنچه تو به ما آموختی، براستی که تو و تنها تو دانا و حکیمی. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
خداوند گفت ای آدم فرشتگان را از نامها یعنی اسرار اشیا آگاه گردان. هنگامی که آدم نامهای آنها یعنی اسرار را گفت خداوند فرمود آیا من به شما نگفته بودم که من و تنها من به اسرار آسمانها و زمین آگاهم و آنچه را که شما آشکار می کنید و آنچه را که شما پنهان می دارید می دانم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. و بیادار چون به فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنید، ایشان به آدم سجده کردند جز ابلیس. او از امر خداوند ابا ورزید و تکبر کرد و از جمله کافران بود. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. و گفتیم ای آدم تو و همسرت در بهشت به سر برید و از نعمتهای فراوان آنجا هرچی که بخواهید بخورید، اما به این درخت نزدیک نشوید که از ستمگاران خواهید شد. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. سپس شیطان آنها را از آنجا لغزاند و ایشان را از آنچه یعنی خوشنودی که در آن بودند بیرون کرد. گفتیم فرود آیید، در حالی که بعضی شما دشمن بعضی دیگری خیش خواهید بود و برای شما تا مدتی بر زمین جای سکونت و وسایل زندگی فراهم می باشد. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. سپس آدم از پروردگارش کلماتی را دریافت و پروردگارش توبه او را پذیرفت. به تحقیق که او توبه پذیر مهربان است. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. گفتیم همه شما از اینجا فرود آیید، پس هرگاه از طرف من به شما هدایت آمد، کسانی که هدایت ما را پیروی کنند برایشان خوفی نیست و نی هم ایشان اندوهگین می شوند. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اما کسانی که کافر شده اند و آیات ما را تکذیب کرده اند ایشان از اهل آتش می باشند و در آنجا جاودانه به سر می برند. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ای بنی اسرائیل بیاد دارید از آن نعمتهای را که بر شما ارزانی کردم و به پیمانی که به من بسته اید وفا کنید تا من نیز به پیمان شما وفا کنم و تنها از من بترسید. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. و به آنچه نازل کرده ام ایمان بیاورید در حالی که این کتاب تصدیق کننده همان کتابی است که با شما می باشد و شما نخستین انکار کنندگان آن نباشید و آیات مرا در برابر بهای ناچیز مفروشید و تنها از من بترسید. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
حق را با باطل میامیزید و حق را پنهان نکنید در حالی که میفهمید. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. نماز را به تمام و کمال ادا نمایید، زکات را بپردازید و با رکوع کنندگان رکوع نمایید، یعنی نماز را به جماعت بگذارید. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. آیا مردم را به نیکوکاری امر می کنید و خود را فراموش می دارید در حالی که کتاب را می خوانید؟ آیا درک نمی کنید؟ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. و به شکیبایی و نماز یاری خداوند را بجویید و این واقعا گران است مگر بر فروتنان. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. آنانی که باور دارند که با پروردگار خود ملاقی می شوند و یقینا ایشان به سوی او باز می گردند. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ای بنی اسرائیل، آن نعمت‌های را که من به شما ارزانی کردم یاد دارید و نیز به یاد دارید که من شما را بر همه جهانیان برتری دادم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. و از روزی بترسید که هیچ کس از هیچ کسی دیگر عذاب را دفع نمی کند و نی برای آن شفاعت قبول می شود و نی از آن عوضی پذیرفته می شود و نی هم به ایشان یاری داده می شود. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. بیاد دارید وقتی را که شما را از فرعونیان نجات دادیم، ایشان به شما عذابهای شدیدی می رساندند، پسران شما را می کشتند و زنان شما را زنده می گذاشتند و در آن برای شما آزمایش بزرگی بود از طرف پروردگار شما. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. و بیاد دارید وقتی را که برای شما دریا را شکافتیم و شما را نجات دادیم و فرعونیان را در حالی که شما مشاهده می کردید غرق کردیم. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. و بیاد دارید وقتی را که برای موسی 40 شب مقرر کردیم و شما در غیاب او گوساله را خدا گرفتید در حالی که شما به این عمل خود ستمگار بودید. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. بعد از آن شما را عفو کردیم تا باشد که سپاسگزار شوید. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. و بیاد دارید وقتی را که به موسی کتاب و فرقان یعنی جدا کننده حق از باطل را دادیم تا باشد که رهیاب گردید. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فتوبوا
إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحیم. و به یاد دارید وقتی را که موسی به قوم خود گفت ای قوم من، به تحقیق شما به خود ستم کردید به این که گوساله را به خدایی گرفتید، پس به سوی آفریدگار خیش برگردید و پس خود را بکشید. این کار برای شما بهتر است در نزد آفریننده شما. سپس خداوند توبه شما را پذیرفت، حقا که او بسیار توبه پذیر و مهربان است. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. و به یاد دارید وقتی را که گفتید ای موسی تا خداوند را آشکار نبینیم به تو هرگز ایمان نمی آورید، پس شما را صاعقه گرفت در حالی که می دیدید. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. سپس شما را بعد از مردن شما زنده گردانیدیم تا باشد که سپاسگزار شوید. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. و ابر را بر شما سایبان ساختیم و بر شما من و سلوا فرو فرستادیم و گفتیم از چیزهای پاکیزه‌ای که به شما روزی داده ایم بخورید. به ما ستم نکردند بلکه به خود ستم میکردند. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. و به یاد دارید وقتی را که گفتیم در این شهر داخل شوید و از چیزهای فراوان آنجا سیر بخورید و به دروازه با فروتنی درآیید و بگویید خدایا گناهان ما را بیامرز، در حالتی درآیید که در کردار و گفتار خود خاشع و متواضع باشید تا خطاهای شما را بیامرزیم و پاداش نیکوکاران را بسیار سازیم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. اما ستمگاران آن کلمه را به غیر آنچه به ایشان گفته شده بود تبدیل کردند، بنابراین ما به ستمگاران به سبب فسقی که مرتکب می شدند عذاب را از آسمان فرو فرستادیم. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. و به یاد دارید وقتی را که موسی برای قوم خود آب خواست گفتیم عصای خود را به سنگ بزن و بیدرنگ از آن 12 چشمه جوشید. هر دسته جای آب خوردن خود را شناخت. از روزی که خداوند به شما ارزانی کرده است بخورید و بنوشید و در زمین فساد کنان به تبهکاری دست نیازید. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا
سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. و بیاد دارید وقتی را که گفتید ای موسی ما هرگز برای همیشه به یک نوع غذا صبر نمی کنیم، پس برای ما از پروردگار خود بخواه که به ما از چیزی بدهد که زمین می رویاند، از سبزیجات آن، تره و بادرنگ آن، سیر، گندم آن، عدس آن و پیاز آن. موسی گفت آیا چیز بهتر را به چیز پس تبدیل می کنید؟ به شهر فرود آیید، حقا که برای شما هر آنچه را خواسته باشید موجود است. و بر ایشان مهر خواری و ناداری زده شد و به قهر خداوند بازگشتند. این خواری و ذلت به سبب آن بود که از آیات خداوند انکار می کردند و پیامبران را به ناحق می کشتند. این سببی بود که ایشان عصیان می کردند و تجاوزکار بودند. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. با تحقیق آنانی که به قرآن ایمان دارند و آنانی که یهود شدند و نصارا و سابیها، هر کسی که به خداوند و روز قیامت ایمان آورد و کاری نیکو کند مزدشان به نزد پروردگارشان است. نه بر ایشان ترسی است و نه هم ایشان اندوهگین میشوند. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. و بیاد دارید وقتی را که از شما پیمان استوار گرفتیم و بر بالای سر شما کوه طور را بلند کردیم، گفتیم چیزی را که به شما داده ایم یعنی تورات را محکم بگیرید و آنچه را در آن است همواره یاد دارید تا باشد که از خدا بترسید. ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرین. بعد از این پیمان رو گردانیدید و اگر فضل خدا و مهربانی او بر شما نمی بود بدون شک در جمله زیانکاران می بودید. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. و حقا که شما در بین خود کسانی را شناختید که در روز شنبه تجاوز کردند، ایشان را گفتیم به شکل بوزینه ذلیل شده درآیید. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. و به این ترتیب آن واقعه را مایه عبرتی برای معاصرین و اخلافشان گردانیدیم و نیز پندی برای آنانی که از خدا می‌ترسند. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. گفتند از پروردگار خود بخواه به ما بیان کند که آن گاو چگونه است. گفت خداوند می فرماید این گاو است نه پیر یعنی از کار افتاده و نه جوان یعنی نارسیده، بلکه میانه بین این دو.
پس آنچه را به آن مأمور شده اید بجارید. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. گفتند برای ما از پروردگار خود بخواه تا بیان کند که آن گاو چی رنگی دارد. گفت خداوند میگوید بیشک آن گاوی است زرد یک دست که رنگ آن بینندگان را شاد و مسرور سازد. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. گفتند برای ما از پروردگار خود بخواه تا برای ما بیان کند که آن گاو چگونه است. گاو بر ما مبهم شده است. اگر خداوند خواسته باشد ما واقعا رهیاب خواهیم شد. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. گفت خداوند میگوید به تحقیق آن گاوی است که نی مهنت قلبه زمین و نی آبیاری کشت را کشیده است، سالم است و بی داغ و لکه. گفتند اکنون سخن راست را آوردی. سپس ایشان آن گاو را ذبح کردند و نزدیک نبودند که آن گاو را ذبح نمایند. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا والله مخرج ما كنتم تكتمون. و بیاد دارید وقتی را که شخصی را کشتید و در مورد آن جنایت در بین خود به نزاع افتادید، اما خداوند آشکار کننده است آنچه را شما پنهان می کردید. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. پس گفتیم آن جسد را با پاره از آن گاو بزنید. این چنین خداوند مردگان را زنده می کند و به شما آیات خود را نشان می دهد تا باشد که شما درک کنید. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. پس از آن باز دلهای شما سخت شد به درجه سنگ یا از آن هم سخت‌تر. بعضی از سنگ‌ها هستند که از آنها جوی‌ها جاری می شود و برخی از سنگ‌ها هستند که شق می شوند و از آنها آب می براید و هم سنگ‌های اند که از خشم خداوند فرو می غلطند و خداوند از آنچه می کنید غافل نیست. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ای مسلمانان، آیا توقع دارید که ایشان به آیین شما ایمان بیاورند در حالی که گروهی از ایشان کلام خدا را شنیدند و بعد از آن که حقانیت آن را درک می کردند آن را آگاهانه تحریف می نمودند؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فتح الله عليكم ليحاجوكم
لكم به عند ربكم افلا تعقلون. و چون ایشان با کسانی که ایمان آورده اند ملاقات میکنند میگویند ایمان آوردیم، اما وقتی که با یکدیگر در خلوت میبینند میگویند آیا به ایشان چیزی را میگویید که خداوند با شما آن را در تورات روشن ساخته است تا بدین ترتیب به وسیله آن با شما به حضور پروردگار شما مناظره کنند؟ آیا شما به نتیجه این کار پی نمیبرید؟ اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. آیا آنها نمیدانند که هر آنچه را که ایشان پنهان یا آشکار می‌دارند خداوند می‌داند؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. و برخی از ایشان مردم امی اند که از کتاب جز آرزوهای غلط خود چیزی دیگری را نمی‌دانند و جز گمان به چیزی دیگری متکی نیستند. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. پس وای بر کسانی که کتاب را به دست خود می نویسند و باز می گویند این از جانب خداوند است تا بدین ترتیب به عوض آن بهای ناچیز به دست آورند. پس وای بر ایشان در برابر آنچه دستهایشان نوشته است و وای بر ایشان در برابر آنچه از این عمل خود کسب می کنند. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. و گفتند به تحقیق که ما را آتش دوزخ جز چند روز محدودی تماس نمی کند. به ایشان بگوی آیا از نزد خداوند پیمانی گرفته اید که خداوند هرگز پیمان خود را نقض نمی کند؟ این که درباره خداوند چیزی را می گویید که نمی دانید؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نخیر، آنانی که گناهی را مرتکب شده اند و آنها را گناهشان احاطه کرده است پس همین هایند دوزخی، ایشان در آنجا همیشه میمانند. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. و آنانی که ایمان آوردند و عمل شایسته انجام دادند همین هایند بهشتی، ایشان در آنجا جاودانه به سر میبرند. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ معرضون. و بیاد آورید وقتی را که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که با جز خداوند چیزی دیگری را نپرستید، با پدر و مادر، خویشاوندان، یتیمان و بینوایان رفتاری نیکو ورزید، با مردم به نیکویی حرف زنید، نماز را به تمام و کمال ادا نمایید، زکات را بپردازید. سپس همه شما جز عده کمی به گونه اعراض از آن رو گردانیدید.
وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. و به یاد آورید وقتی را که پیمان استوار شما را گرفتیم که خونهای خیش را نریزید و یکدیگر خود را از دیار خیش بیرون مکنید و سپس اقرار کردید و بر آن گواه بودید. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. باز این شما هستید که یکدیگر خود را میکشید، گروهی از مردم خود را از دیارشان تبعید میکنید، به ضد ایشان در گناه و ظلم پشتیبان یکدیگر میشوید و اگر ایشان به قسم اسیر به شما میآیند فدیه ایشان را میدهید، در حالی که تبعید ایشان به ذات خود بر شما حرام گردیده بود. پس آیا به قسمتی از کتاب ایمان می آورید و از قسمت دیگری انکار می کنید؟ پس جزای کسی از شما که چنین کند جز رسوایی در زندگی دنیا و بازگشت به شدیدترین عذاب در آخرت چیزی دیگری نیست و خداوند از کردار شما غافل نمی باشد. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. آنها کسانی اند که زندگی این دنیا را به بدل آخرت خریدند، بنابراین از عذابشان تخفیف دادن نمی شود و نه هم ایشان کمک می شود. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. حقا که به موسی کتاب را دادیم و به تعقیب او پیامبران را فرستادیم، به عیسی پسر مریم معجزات روشن دادیم و او را با روح القدس تأیید کردیم. آیا هرگاه رسول نزد شما با چیز آمد که مخالف هوای نفس شما بود در برابر او تکبر کردید، بعضی را تکذیب نمودید و بعضی را میکشید؟ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقلیلا ما یؤمنون. ایشان میگویند دلهای ما در غلاف است. نه خیر، بلکه به سبب کفرشان خداوند بر آنها لعنت کرده است، پس تعداد اندکی از ایشان ایمان می آورند. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين.
هنگامی که به ایشان از جانب خداوند کتاب آمد، کتابی که تصدیق دهنده چیزی بود که در نزد ایشان می باشد، یعنی تصدیق دهنده تورات بود، از آن انکار ورزیدند و از پیش آن را وسیله پیروزی خیش بر کافران یعنی مشرکان می پنداشتند. پس وقتی که به ایشان چیزی آمد که آن را می شناختند و باید به آن اعتراف می کردند، از آن انکار کردند. پس لعنت خداست بر کافران. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرین عذاب مهین. چی بد است چیزی که به آن نفسهای خود را فروختند، این که به آنچه خدا فرستاده است کافر شدند، از روی حسادت بر این که خداوند به هر کی از بندگان خود که بخواهد وحی نازل می گرداند. پس خشمی بالای خشمی دیگر آنها را فرو گرفت و برای کافران عذابی رسوا کننده است. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مؤمنین. چون به ایشان گفته شود به آنچه خداوند فرو فرستاده است ایمان آورید، میگویند ما به چیزی ایمان می آوریم که برای ما فرو فرستاده شده است و ماورای آن را رد می کنند، در حالی که همان چیز حق است و تصدیق کننده کتابی است که به ایشان آمده است. بگو اگر واقعا ایمان دارید پس چرا پیش از این پیامبران خدا را می کشتید؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. واقعا که موسی به شما معجزه های را آورد، ولی بعد از آن که وی به کوه طور رفت گوساله را به خدایی گرفتید و شما ستمگارید. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. و بیاد دارید که از شما پیمان استواری گرفتیم و کوه طور را بالای شما قرار دادیم و گفتیم آنچه را به شما داده این محکم بگیرید و بشنوید. گفتند شنیدیم و نافرمانی کردیم و محبت گوساله به دلشان آمیخته شد و سبب کفرشان. بگو بد است چیزی که شما را ایمان شما به آن امر می کند اگر مؤمن هستید. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. بگو اگر سرای آخرت نزد خداوند تنها از آن شماست، نی برای کسی دیگر، و اگر در این ادعای خود صادق هستید پس مرگ را آرزو کنید. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. اما ایشان به سبب آنچه دستهایشان از پیش فرستاده هرگز مرگ را آرزو نخواهند کرد و خداوند ستمگاران را خوب میشناسد. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا
يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. تو ایشان را واقعا به زندگی دنیا حریص‌ترین مردم میابی و حریص‌تر حتی از کسانی که شرک آورده اند. هر یک از ایشان آرزو دارد که ای کاش به وی عمر 1000 سال داده شود، ولی دادن چنین عمر هم او را از عذاب آتش دوزخ نجات دهنده نیست و خداوند به چیزهایی که آنها میکنند بیناست. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. بگو هر آن که دشمن جبرائیل باشد پس به تحقیق هم اوست که وحی را به حکم خداوند به دل تو نازل گردانی، در حالی که آن وحی تصدیق کننده کلامی است که قبل از آمدن وحی به تو نازل شده بود و راهنما و بشارت دهنده است برای مؤمنان. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هر آن که دشمن خداوند، فرشتگان، پیامبران خداوند، جبرائیل و میکائیل باشد کافر است، پس بیشک خداوند دشمن کافران می باشد. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. و به تحقیق به تو آیه های روشنی را فرو فرستادیم و جز مردم فاسق هیچ کس از آن انکار نمی کند. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. آیا این طور نیست هر باری که پیمانی بستند گروهی از ایشان آن را به دور افکندند؟ واقعیت امر این است که اکثر ایشان ایمان نمیارند. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. و هرگاه به ایشان از جانب خداوند پیامبری به حیث تصدیق کننده چیزی که با خودشان است آمد، گروهی از آنها که برای ایشان کتاب داده شده است کتاب خداوند را پشت سر انداختند، گویی که به آن پی نمیبرند. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. و ایشان از چیزی پیروی کردند که آن را در عهد پادشاهی سلیمان شیطانها می‌خواندند. سلیمان هرگز کافر نشد، بلکه این شیطانها بودند که کفر را اختیار کردند. به مردم جادو می‌آموختند و نی چیزهای را که در بابل بر فرشتگان هاروت و ماروت فرود آورده شد. این دو فرشته هیچ کس را چیزی نمی آموختند مگر آنکه می گفتند ما صرف برای آزمایش هستیم، پس مرتکب کفر مشو.
مردم از این دو فرشته چیزهایی را می آموختند که با بکار بردن آنها میان شوهر و زنش جدایی می افکندند، اما با این کار خود تا خدا نمی خواست به هیچ کس ضرر رسانیدن نمی توانستند و ایشان چیزی را می آموختند که برایشان ضرر می رسانید و سود بار نمی آورد و آنها واقعا خوب می دانستند کسی که جادو را برگزید از آخرت بهره ندارد و چی بد بود چیزی که خود را به آن فروختند اگر می دانستند. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. و اگر ایشان ایمان می آوردند و پرهیزگاری می کردند، حقا که پاداششان نزد خداوند بهتر می بود اگر می دانستند. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرین عذاب علیم. ای مؤمنان، با پیامبر رعینا مگویید بلکه انظرنا بگویید، یعنی پیامبر را به الفاظ خطاب نکنید که از آن تعبیر اهانت آمیز شود و به گفته او گوش بدهید. کافران را عذاب دردناک است. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نه آنانی که از جمله اهل کتاب کافر شده اند و نه مشرکان، هیچ کدامشان نمیخواهند که از پروردگار شما بر شما چیزی از نیکویی نازل شود، اما خداوند هر کی را بخواهد به رحمت خاص خیش اختصاص میدهد و خداوند صاحب فضل بزرگ است. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ما اگر وحی را نسخ کنیم یا آن را به فراموشی بسپاریم، سپس بهتر از آن یا همانند آن را میآوریم. آیا نمیدانی که خداوند بر همه چیز قدرت دارد؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. آیا نمیدانی که پادشاهی آسمانها و زمین از آن خداوند است؟ جز خدا شما را نی کارسازی است و نی هم یاری دهنده. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. آیا می خواهید از پیامبر خود همان گونه سوال کنید که از موسی قبلا سوال شده بود؟ و هر کسی که ایمان را به کفر بدل نماید بدون شک راه راست را گم کرده است. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدیر. بسا از اهل کتاب آرزو می کنند اگر شما را بعد از ایمان آوردن شما به کفر برگردانند و این از حسدی است که بعد از روشن شدن حق به ایشان از نفسهایشان نشأت کرده است. پس ایشان را عفو نمایید و گذشت کنید تا خداوند فرمان خود را اجرا کند، حقا که خداوند بر همه چیزها قدرت دارد. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير.
و نماز را به تمام و کمال برپا دارید و به ادای زکات بپردازید. هر نیکویی را که شما به خویشتن از پیش بفرستید، مزد آن را نزد خداوند باز میابید. به تحقیق که خداوند به آنچه میکنید بیناست. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. و گفتند هیچ کسی تا یهود و نصارا نباشد به بهشت راه نمی‌یابد. این آرزوهای باطلشان است. برایشان بگو اگر راست میگویید دلیل خود را بیاورید. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نخیر، هر کسی که خود را به خدا تسلیم کند در حالی که نیکوکار باشد، مزد خود را نزد پروردگارش می‌یابد. نه ایشان را ترسی است و نه هم ایشان اندوهگین میشوند. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. یهودیان گفتند نصرانیان بر چیزی نیستند و نصرانیان گفتند یهودیان بر چیزی نیستند، حال آنکه ایشان کتاب آسمانی را میخوانند. کسانی که نمیدانند یعنی مشرکان نیز مانند سخن ایشان گفتند، ولی خداوند در بین آنها در مورد آنچه بر آن منازعه دارند در روز قیامت قضاوت میکند. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. و کیست بیدادگرتر از کسی که منع کرد از اینکه در مساجد نام خداوند گرفته شود و در خراب کردن مساجد کوشید. ایشان حق آن را نداشتند و ندارند که جز با ترس به مساجد داخل شوند. برای آنها در دنیا رسوایی است و در آخرت عذابی بزرگ است. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. مشرق و مغرب از آن خداست. به هر سوی که رو آرید همانجا حضور خداست. به تحقیق که خداوند گشایشگر و داناست. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. گفتند خداوند برای خود پسری گرفت، منزه است او. حقیقت این است که هر چی در آسمان ها و زمین است از آن او می باشد و همه چیز به او فرمان بردار هستند. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ایجادگر آسمان ها و زمین است و هرگاه او به چیزی دستور دهد پس بیگمان به آن میگوید شو و آن چیز فوراً می شود. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. آنانی که علم ندارند میگویند چرا خداوند با ما سخن نمیگوید؟
یا چرا به ما نشانه ای نمی آید؟ همانند این چیزها را کسانی می گفتند که پیش از ایشان بوده اند. مثل گفته ایشان دلهای آنها مشابه است. ما بدون شک نشانه های خود را برای قومی که یقین دارند بیان کردیم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. بیشک ما تو را به حق به حیث مژده آور و بیم دهنده فرستاده ایم و از تو در مورد اهل دوزخ سوالی نمی شود. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. یهود و نصارا هرگز از تو راضی نمی شوند تا تو از دین ایشان پیروی کنی و ایشان بگو حقا رهنمایی تنها همان رهنمایی خداوند است. هرگاه بعد از آن که به تو آگاهی حاصل شد اگر از آرزوهای ایشان پیروی کنی در آن صورت برای تو در برابر عذاب خداوند نی کارسازی خواهد بود و نی هم مددگاری. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. آنانی که به ایشان کتاب را داده ایم و حق تلاوت آن را ادا می کنند همانهایند کسانی که به آن ایمان دارند، اما کسانی که از آن انکار ورزند همانهایند زیانکار. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ای بنی اسرائیل، از آن نعمتی که به شما ارزانی کردم به یاد دارید و از این نیز که من شما را بر همه جهانیان برگزیدم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. و از آن روزی بترسید که هیچ کسی از کسی دیگر چیزی یعنی عذاب را دفع نمی کند و نی از او عوض قبول خواهد شد و نی به او شفاعت سودی می نماید و نی هم ایشان یاری داده می شود. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمین. بیادار وقتی را که ابراهیم را پروردگارش به سخن چند آزمود که وی آن را انجام داد. خداوند گفت حقا که من تو را برای مردم پیشوا می‌گردانم. ابراهیم گفت و از دودمان من نیست. خداوند گفت عهد من به ستمگاران نمیرسد. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. و بیادارید وقتی را که ما خانه کعبه را برای مردم مرجعی و جای امنی گردانیدیم و گفتیم از مقام ابراهیم نمازگاهی بگیرید و با ابراهیم و اسماعیل قرار گذاشتیم تا خانه مرا برای طواف کنندگان، اعتکاف کنندگان، رکوع کنندگان و سجده کنندگان پاک سازند.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. و به یاد دارید وقتی را که ابراهیم گفت پروردگار من اینجا را یک شهر امن بگردان و مردم آن را از میوه ها روزی بدی. آن عده از ایشان را که با خداوند و روزی رستاخیز ایمان دارند. خداوند گفت بلی، کسی را که کافر می شود برای مدت کوتاه او را بهره‌مند می سازم و سپس او را به عذاب آتش می کشانم و چی بد جایست دوزخ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. و به یاد دارید وقتی را که ابراهیم و اسماعیل تهداب خانه کعبه را به این دعا بلند کردند: پروردگار ما این خدمت را از ما بپذیر، به تحقیق که تو تنها توی شنوا و دانا. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. پروردگار ما را فرمان بردار خود بگردان و از دودمان ما نیز امتی بیافرین مسلمان که تسلیم فرمان تو باشند. مناسک ما را به ما نشان بدی، توبه ما را بپذیر، حقا که تو و تنها توی توبه پذیر مهربان. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. پروردگار ما در میان ایشان پیامبر را از بین خودشان مبعوث بفرما که آیات تو را به ایشان بخواند و به ایشان کتاب و حکمت بیاموزد و ایشان را پاک گرداند، به تحقیق که تو صاحب قدرت منعی و با حکمتی. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. و کیست آن که از کیش ابراهیم رو بگرداند مگر شخص سفیهی که خود را نشناسد. حقا که ما ابراهیم را در دنیا برگزیدیم و به تحقیق که او در روز رستاخیز از صالحان است. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. و به یاد دارید وقتی را که پروردگارش به او گفت تسلیم شو، گفت به پروردگار جهانیان تسلیم شدم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ابراهیم فرزندان خود را با این وصیت کرد و یعقوب نیز عین وصیت را نمود: ای پسران من، حقا که خداوند دین اسلام را برای شما برگزید، پس نمیرید مگر در حالی که مسلمان باشید. ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. آیا شما در وقتی که یعقوب را مرگ فرا رسید حاضر بودید
چون به فرزندان خود گفت بعد از من چی چیز را می پرستید؟ گفتند خدای تو و خدای پدران تو ابراهیم، اسماعیل و اسحاق را می پرستیم، خدای یکتا را، و ما به او تسلیم هستیم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. آنها امتی بودند که بیگمان گذشتند، هر آنچه کسب کردند از آن ایشان است و هر آنچه شما کسب کردید از آن شماست و شما از اعمال ایشان مورد سؤال قرار نمیگیرید. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. و اهل کتاب گفتند یهود یا نصرانی باشید تا رهیاب شوید. برایشان بگو نخیر، بلکه آیین خالص و پاک ابراهیم را پیروی میکنیم و او از مشرکان نبود. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. بگویید ما به خداوند و آنچه به ما و به ابراهیم، اسماعیل، اسحاق و یعقوب و دودمان او وحی شده ایمان داریم و آنچه به موسی و عیسی داده شد و آنچه به همه پیامبران از جانب پروردگارشان داده شده است. ما در میان هیچ یک از ایشان تفریق نمی کنیم و ما به خداوند تسلیم هستیم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اگر ایشان به مانند آنچه شما به آن باور دارید ایمان آورند پس ایشان واقعا رهیاب شده اند. اگر سرپیچی کنند پس ایشان واقعا در شقاق یعنی از حق جدا شده اند و زود باشد که خداوند شر ایشان را از تو باز دارد و اوست شنوای دانا. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. رنگ خدایی و کیست که از خدا رنگ بهتر داده بتواند و ما تنها او را عبادت می کنیم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. بگو آیا شما در شان خداوند با ما منازعه می کنید در حالی که او پروردگار ما و پروردگار شماست و ما مسئول کردار خود هستیم و شما هم مسئول کردار خود و ما به او مخلصیم. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. آیا میگویید که ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب و دودمان او یهود یا نصرانی بودند؟ بگو آیا شما بهتر میدانید یا خدا
کیست ستمگارتر از کسی که شهادتی را پنهان می کند که از جانب خداوند نزد اوست و خداوند از آنچه می کنید